سلام دوستان، امروز اومدم براتون ساخت معجون ها به چه دردی میخورن و چجوری ساخته میشن رو براتون توضیح بدم. خب مواد لازم، بعضی از آیتم ها میبینید که مثلا یه شکل و یه شکل خاصی دارن و نمیدونیم به چه دردی میخواد. بعضی از اونها برای پوشن استفاده میشن، مثلا یکیش این فانتومین برین، بعدش این ماگما کیوب، بعد این اینفرمن اسپایدر آی، بعدش که از تیر، یکی از مهمترین بیس پاودر، بلیز پاودر. خب حالا ما این آیتم ها رو جمع کردیم، با چی باید درستش کنیم؟ با برونگین استند، چون این نباشه اصلا این آیتم ها به دردی هم نمیخورن. خب پایه کار این یک آیتم هست، ندروارد، چون این نباشه اصلا نمیشه پوشن ساخت. خب ما وسایلمون رو ور میداریم، یه دسته. خب ما وسایلمون رو ور میداریم میذاریم اینجا. مثلا ما میخوایم یه ستاپی رو درست کنیم که نریم برای پوشنمون آبی چیزی بیاریم، چون آب نیازه برای پوشن ساختن. ما میایم اینجا این آیتم رو ور میداریم و بعدش یه باکت آب و اینو میذاریم اینجا. اینجا توش رو پر میکنیم، اینو میذاریم اینجا و میایم یه چستم ور میداریم میذاریم این کنار. خب این شد ستاپ ما. اینجا آبشو ور میداریم، از اینجا میسازیم و اینجا وسیله‌مونو میذاریم. خب حالا برای ساختن ما به پوشن پایه‌ای نیاز داریم، ابتدایی. برای اینکه ما بتونیم بسازیم اول به یه شیشه نیاز داریم، گرس باتل، و بعد پر آبشون میکنیم. 3 تا کافیه. بعد هر کدوم از این آیتم ها یک افکتیو به ما میده. خب ما برای ساختن این اول به بلیز رود نیاز داریم. بلیز رود از کجا به دست میاد؟ میریم داخل ندر، اون لوت بلیز رو میزنیم و میایم میذاریمش داخل کرافتینگ تیبل و تبدیل میشه به بلیز رود. بلیز رود رو میذاریم توی کرافتینگ تیبل و تبدیل میشه به بلیز پاودر. خب این بلیز پاودر رو ما میاریم میذاریم توی برونگین استند. بعدش این پوشنا اونو میذاریم این پایینش. خب بعد هر کدوم به ما یه افکتی میده، اما برای اینکه ما بتونیم افکت های اینا رو بگیریم اول به آکوارد پوشن نیاز داریم که با چی به دست میان؟ ندروارد رو میتونیم بریم از ندر بیاریم و راحت میتونیم توی اوورورلدمون کشتش بدیم، زیادم کار سختی نیست. خب حالا وای میستیم اینا بیاد. خب حالا اینا از پوشن عادی تبدیل شد به آکوارد پوشن. افکتی نداره، ولی وقتی این وسیله رو باش مخلوط میکنی افکت دار میشه. مثلا الان ما فانتومین برین رو میذاریم اینجا، به ما چه پوشنی میده؟ پوشن اسنوفالینگ بیشتر به درد انسیتی و اند و اینا میخوره که موقعی که با اندر دراگون میجنگیم واسه اون موقع هست. خب این از اسنوفالینگمون. حالا
ما میخوایم مثلا میریم ندر در برابر آتیش مقاوم باشیم. میایم اینجا ما ماگما کیوب رو میذاریم و این ماگما کیوب به ما پوشن فایر رزیستنس میده و در برابر آتیش و اینا مقاومیم. خب بعدش ما میایم برای اینکه یه پوشن اسلونس بسازیم، ما میایم اینفرمنت اسپایدر آیو میذاریم داخل این بیشتر برای اذیت کردن دوستاتون به درد میخوره چون زیاد کارهای خاصی نداره. میتونید اینو برای اذیت کردن استفاده کنید. به ما یه دونه پوشن ویکنس داد. خب حالا ما میایم چی کار میکنیم؟ ما میخوایم یه پوشنی به دست بیاریم. این آبش تمام شد، برم آب بیارم. خب ما میخوایم یه پوشن دیگه هم بسازیم. میایم اینجا گس تیر رو میذاریم. وایسیم تا این بلیز رود هم مثلا یه دونه بلیز پاودر مثلا میتونیم 10 بار ازش استفاده کنیم. یه دونه بلیز پاودر. خب ما یه کاریو نکردیم. حواستون به این نکته باشه. اول باید با ندروارد آکوار پوشن بسازید، بعد بیاید وسیله رو مخلوط کنید. ببینید من حواسم نبود یه پوشن دیگه واسمون درست شد. حواستون به این نکته باشه که دوباره به وسیله بیشتری نیاز نداشته باشید. خب حالا ما میایم گس تیر رو میذاریم. خب حالا به ما پوشن ریجنریشن داد. این چی کار میکنه؟ این کاری میکنه که مثلا ما سلامتیمون سریعتر پر بشه. خب حالا بعضی آیتم هم هست که من الان میخوام برشون دارم و با اونها هم یه پوشنی بسازم. ما میایم اینجا یه دونه از این گولد واترینگ ملو ها میخوایم. اون واترینگ ملو میایم داخل برونگین استند. بعدش اینو دوباره با آکوارد پوشن تبدیل میکنیم. خب حالا ما میایم این واترینگ ملو رو میذاریم داخل برونگین استند و بهمون یه پوشن خاصی میده. خب این بهمون پوشن هیلینگ داد. هیلینگ یعنی چی؟ یعنی وقتی جونمون کمه یهو جونمون پر بشه. حالا ما میایم
اینجا یه دونه از این رابیت فوت ها برمیداریم، رابیت فوت. بعدش یه ردستون برمیداریم، بعدش میبینه گام پاودر برمیداریم. اون ردستون و گام پاودری که برداشتم جزو پوشنه حساب نمیشه، براتون توضیح میدم الان. خب ما حالا میایم این رابیت فوت رو میذاریم و بهمون پوشن لیپینگ میده. لیپینگ یعنی چی؟ یعنی جامپمون بیشتر میشه. خب به ما پوشن لیپینگ داد. حالا یک وسیله هم هست، مثلا الان شبه، خب شما میخواین چجوری میخواین یه نایت ویژن داشته باشین. خب بعد ما میایم اینجا داخل این قسمت یه دونه گلدن کروت ور میداریم، بعدش میایم داخل برونگین استند یه ناکفورد پوشن و یه دونه گلدن کروت و این گلدن کروت به ما نایت ویژن میده که توی شب بتونیم هم بیشتر جا رو نورانی ببینیم. خب اینجا میبینید، خب حالا که اینجا میبینید، اینجا ما یه دونه پوشن نایت ویژن داریم، داخل شبیم یا مثلا داخل غار، کل دنیا برامون نورانی میشه. خب حالا ما میایم اینجا میزنیم، میبینیم این 3 دقیقه است. چجوری من میتونم مثلا به 4 یا 8 دقیقه اینو بیشترش کنم؟ ما میایم داخل برونین استند، همون پوشنی که میخواید رو میذارید، بعدش ردستون میذارید. ردستون چیکار میکنه؟ کاری میکنه که تایمش بیشتر بشه. الان این پوشنی که من داشتم از 3 دقیقه به 8 دقیقه تبدیل شد. حالا بعضی از پوشن هم هستن که مثلا ما میخوایم نخوریمشون، پرتابشون کنیم، میایم اینجا به جای ردستون گام پاودر میذاریم و بعد حالا من اینجا چی دارم؟ یه پوشنی دارم که میشه پرتابش کرد. مرسی که ویدیو رو دیدین. با لایک و ساب و کامنت و اینا یادتون نره و تا ویدیو بعدی، بای بای.